خب الان اومدم تو نمایندگی بنز. انواع بنزا اینجا هستن. این کروکه و بقیهش هم اگه بتونید ببینید تمام بنزا اینجا هستن. برای خرید ماشین اومدم، اینا رو گفتم نشون شما هم بدم. سرجم آقا برو. جانم. آره 7 نفرش هم نشستم، حواسم نبود درو بستم. بله. این دندش پشت فرمون یه چیزایی هم این پشت داره، واقعا فوق العاده است. بذار یه کوچولو نمای جلو هم نشون بدم بهتون. نشون بده. بسیار عالیه. خصوص گرم کنه این صندلیش شکل قشنگ داره. بعد بیا جلو. صدای موتور اصلا نداره، یعنی فکر می‌کنی ماشین خاموش شد موقع که روشنش می‌کنه. آره امروز اومدم این ماشین رو بخرم. انشالله مبارک این ماشین. اوکی یک تموم شده. نگاه کن الان با یه نیشگاز اومدیم تو اتوبان نامحدود، یهو سرعتش میرسه رو 200 تا. اصلا فکر میکنی رو 80 تا 100 تاست. الان من بیرون نشون میدم که بدونی سرعتش چقدره. نگاه کن. خب این همون ماشین است که گفتم میخوام بخرم، دقیقاً همینه. اصلا ماشین انگاری که 20 صداست. یه ویدیو کاملش هم گرفتم، اونو احتمالاً برای یوتیوب استفاده بکنم. 7 نفری خیلی عالی. صندلیاش هم از پشت میخواد.